این هفته خبر تو خبر داره براتون از کرونای ولایت که از یک طرف ملت رو میفرسته روی میدان مین کرونا و از اون طرف در مقابل دوربینا ژست تبلیغاتی میگیره و به ریشش ماسک میزنه. همه کسانی که در این زمینه موثرند، چه مسئولین اجرایی کشور، چه آحادی که میتونن خدمتگزاری کنن، چه آحاد مردم، همه در این زمینه فعالیت کنن، بتوانیم در ظرف مدت کوتاهی این زنجیره سرایت رو قطع کنیم و کشور رو به ساحل نجات برسونیم. این بوفالوی ولایت هم مشغول دروغ درمانیه و از ترس قیام به این روزه ها رو آورده. البته ما از نظر شرایط زندگی شرایط خوبی نداریم. وضعیت معیشت مردم ما وضعیت خوبی نیست. یعنی الان با همه مشکلاتی که ما داریم، چه از نظر تحریم، چه از نظر بیماری کرونا، چه از نظر موقعیت آسیب‌های اقتصادی، اما اینجور نیست که مردم ما با این گرانی بی منطق در زندگی روبرو بشن و این قابل حل نباشه. این قابل حله. این شما و این کارشناس حل مشکلات نظام شیخ فرید. ببینید در دوران تبلیغات انتخاباتیش چه خالیایی میبست و چه قمپوزایی در میکرد. مگر اقتصاد دستوری هم در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد و مگر میتوان در یک شعار در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به 700 تومان تقلیل پیدا کند و بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد؟ مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور، مشکل بی‌ثباتی ها. این بی‌ثباتی چگونه به مردم اطمینان خواهد داد، آرامش خواهد داد؟ مردم مدیریت کارآمد، مردم ثبات، مردم آرامش، قدرت آینده و آینده نگری را می‌خواهند. البته این شیخ فرید الان دیگه حرفی از بالا رفتن قیمت دلار نمیزنه و فقط در حال تلو خوردنه. ای بابا واسه بیام دیگه. نمیتونم بیام. وای لیز مخوره اینجا بری چی جوری رفتی. نمیتونم. برو بی دستشه. باش قرم. من نمیتونم بیام. این خرس قهوه‌ای هم برای روحیه دادن به بسیجی‌ها به این دروغ‌های شاخدار رو آورده و وضعیت دلنگون نظام رو با آمریکا مقایسه میکنه. انقلاب اسلامی حکومت مردمیه. انقلاب مردم انجام دادن. افرادی که مسئولیت دارن در کشور با رأی مردم سر کار آمدن. حالا ممکنه بنده از بعضی از منتخبین مردم خودم خوشم نیاد، ولی در عمل یک جمهوریتی در کشور وجود داره که در نه تنها در منطقه کمتر از این نوع سبک حکومتی استفاده شده، در دنیا هم واقعا اونجایی هم که ادعای دموکراسی دارن خیلی وقتا در عمل ندارن. پس این یه مشکلی هستش که دارن. به هر حال سیستم حکومتی اینطوری هستش. سیستم حکومتی داره سرویس هایی به مردم میده و به هر حال مردم میبینن وضعیتی که در ایران هستش و خیلی از کشورهای دیگه. الان تو این داستان کرونا این برجسته شده حقیقت این موضوع که اکثر قریب به اتفاق مردم ایران یک بیمه ای دارن و میلیون ها نفر در آمریکا بیمه ندارن. در ایران مرخصی استعلاجی هست، در آمریکا غالبا نیست. از این شامورتی بازی ها که بگذریم میرسیم به وضعیت آشفته نظام و جنگ و دعوای مهره های نظام در استبل ولایت.
وزارت بهداشت درمان تعداد افرادی که مبتلا به کرونا شدن رو چیزی نزدیک به 300,000 نفر اعلام کنن. آقای رئیس جمهور آمدن میگن 25 میلیون نفر. واقعا به اصطلاح هیئت دولت اینا هم دیگه رو نمیبینن با هم دیگه مشورت کنن؟ چرا باید آمارهای متفاوت؟ شخص آقای رئیس جمهور میگه 25 میلیون نفر، وزارت بهداشت میگه 270,000 نفر. واقعا چیکار میکنن؟ سایر آمارها هم همینطوره؟ آمار اشتغال، آمار بیکاری، آمار تورم، سایر موارد هم آیا همین گونه است؟ یعنی واقعا این گونه تفاوت، آقا تفاوت از کجا تا به کجا؟ 270,000 نفر کجا؟ 25 میلیون نفر کجا؟ این یکی عضو استبل ولایتم آب پاکی رو میریزه رو دست همریشاش و آخر و عاقبت مهرهای نظام رو براشون تصویر میکنه. اگر دولت کاری نکند به خاطر فقر و گرسنگی و فشار محرومین مردم روزی خواهند ریخت، ما رو از مجلس و دولت مردان رو از دولت بیرون خواهند کرد. خیلی زمان نمیبره. چرا چشم و گوشتون رو بستین و توجه نمی کنید؟ اعضای استبل ولایت خوب میدونن که دوران سلفی گرفتنهای مسخره تموم شده و یه چنین آینده‌ای در انتظارشونه. از اوضاع داخلی عظما که بگذریم میرسیم به عمق استراتژیکش که بدجوری اوراق شده. وزیر امور خارجه در صدر هیئت سیاسی امروز عازم عراق می شود. گسترش مناسبات ایران و عراق و رایزنی برای اجرای توافقات پیشین از اهداف این سفر است. و این هم استقبال جوانان عراقی از وزیر خارجه مالکش آخوندا. سلیمان خراب رو برو حج آقا، سلیمان خراب رو برو حج آقا، حج آقا، حج آقا، حج آقا، حج آقا. مشنگ اول این هفته معاون وزیر بهداشت آخونداست که جلوی دوربین تیویریش میگه از پیژامه ماسک دوختم. بله، من امروز آمدانه از ماسکایی که در خونه دوخته شده استفاده کردم. این یه ماسکی که از یه پارچه چلواری معمولی دوخته شده. هیچ خجالت هم نمیکشم که بگم یه تیکه از یه پیژامه است. هیچ هم اشکال نداره استفاده کنیم. و همین یه چند لایه است آقای دکتر؟ چند لایه؟ این 3 لایه است. من برای اینکه برای مردم نشون بدم انواعش رو آوردم. این عضو مجلس آخوندام سوتی داد و در یک مصاحبه جریان معامله با چین رو لو داد و گفت بر سر جزایر جنوبی اختیار تام دادیم. واگذاری که مثلا من یه ماشین دارم واگذار میکنم به اختیار شما، دادن تام بوده، نه اینکه واگذاری. یعنی چینی ها در اصل مقرر بود که اختیار جزایر رو بگیرن، ولی این اتفاق انشالله نخواهد افتاد. اما بعدش گوشش رو کشیدن و مجبور شد بیاد بگه غلط کردم. چندی پیش در فضای مجازی مطلبی عنوان شده بود که بین ایران و چین یک قراردادی با موضوعات مختلف منعقد شده. من یک مصاحبه مفصلی داشتم، نه در حد 10-15 ثانیه، و اونجا عرض کردم که به نظر من یه اختیار تام، این کلمه اختیار تام رو من این رو نظر شخصی گفتم، اصلا بحث جایگاهی نبود. بعد از اون هم مفصلا من یه بررسی کردم حول حوش این قصه، دیدم که هیچ صحت نداره، نه قراردادی بوده و نه بحثی شده، نه صحبتی شده، لذا کل این موضوع کذبه و هیچ ارزشی هم نداره. از اونجایی که کار آخوندا بد جوری گیره و با این ماسمالیا چارشون نمیشه، نماینده های خامنه ای طبق معمول زدن تو خط دجالگری و آویختن به حدیث و آیه. این آیه 8 سوره ممتحنه است. در این بحثی که حالا در رابطه با روابط ایران و چین هست،
این آیه هست که داریم میخونیم. این که دیگه نمیخوایم ما، بعضی خیال میکنن مثلا بنده یا مثل بنده میخوایم بریم این خط سیاسی اینجور گفته اون، این خط سیاسی اون خط سیاسی نیست. دستور قرآن این است شما با غیر مسلمان رابطتون باید تو این چارچوب باشه. اگر اونا با ما سر دشمنی ندارن که ما سر دشمنی با اونا نخواهیم داشت. قرآن فرموده. این هم واکنش چینی ها به این تصمیم رژیم. تو روزایی که مردم ایران از تأمین اولیه ترین مایحتاجشون هم ناتوانن، ببینید آخوندا در منبرهای مجازیشون چه اراجیفی رو سر هم بندی میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. میگن پیرمرد داخل اتوبوس به یه خانومی که حجاب خوبی نداشت گفت خانم چه وضعی آخه این مواد پیداست که. این خانم با کمال پررویی گفت خب تو نگاه نکن. بعد از چند لحظه همین پیرمرد کفشاشو در آورد، بوی ناخوش پای این پیرمرد تمام اتوبوس پیچید. اون خانم معترض شد آقا این چه کاری کردی، این بوی پات خفمون کرد. پیرمرد بهش گفت خب تو بو نکن. این هم پاسخ یک پدر هموطن به این روزه های آخوندی. هر روز بیدار ریال دائم اگر از ارزش افتاد، تورع گر رسید تا مرد هفتاد، مکن بیهوده خاطر را مخدر، حجابت را رعایت کن. جوانان گر همه بیکار گشتند، دچار شیشه و سیگار گشتند، و یا در کنج غربت خار گشتند، مکن یک لحظه چادر را تو باطر، حجابت را رعایت کن تو خواهد. ای والله دمت گرم. در پایان توجه شما رو به ابتکار مکانیکی جلب می‌کنیم که ترکیب جالبی از هماهنگی و سرعته.